ببین این محافظ کاپوت رو میخوایم روش نصبش رو بگیم. این کاپوت رو میبینید که این قفل کاپوت محافظ نداره که برای سرقت باتری و ECU خودروتون جلوگیری کنه. این محافظ کاپوت. این قفل کاپوتتون 2 تا پیچ داره. این 2 تا رو باز میکنید. خب این باز شد. این محافظه میاد روی این، از این قسمت رد میکنید داخل، میاد روی قفل کاپوته اینجا قرار میگیره. زدیدش جا. 2 تا پیچ داره. راحتم قفل میشه دیگه. خودروهای محافظ رو دارم، ماشین مدل بالا، ماشین مدل پایین. حالا این مدل پایین بوده، در واقع این محافظ رو نداشت. ببین خود ایران خودرو نصب کرد، ولی همین قسمتی که نیست در واقع این